و در ادامه موضوع ازبکستان در این کشور رئیس دادگاه ماموری ولایت نوایی اوتابек توشев یکی از زیردستانش را چنان لتو کوب کرده است که کارمند حالا در بیمارستان است و این قضیه را دوستان ها تفتیش میکنند. در یک صحبت با همکارمون از بخش ازبکی رادیو آزادی سروژین اسلام پرسیدم که این اصول زوردستی رهبریت رئیس دادگاه را تا کجا خواهد برد. خب دیروز یکی از نزدیکان جبر دیده با من تماس گرفت و پس از اون من دنبال این حادثه گشتم. قضیه روز 15 فوریه در شهر نوایی مرکز ولایت نوایی ازبکستان رخ داده است. رئیس سود ماموری ولایت نوایی یک کارمند قطاری خود را لطوکوب کرده است. با گفته شاهدان رئیس سودی ماموری یک کار را برای اجرا کردن سپارش میدهد، ولی کارمند قطاری که متخصص کامپیوتر بود میگوید که من وقت زیاد ندارم و کار زیاد دارم. پس از او رئیس خیلی خشمگین میشد و کارمند خودش را بسیار سخت لطکوب میکنه. وقتی که میافتد بین دو پایش میزند و بالاخره مجبور میشود یاری تجلی را زنگ زند، او را میبرند و تشخیص میکنند که یعنی ضربه خیلی سنگین را گرفته است بین دو پایش و هنوزم او در بیمارستان می باشد، در بیمارستان مرکزی ولایت نوایی. من با او صحبت کردم، او گفت که 3 روز باز بیرون برآمدن نمیتواند و حتی ای باشدم میگویم به ایزارم ترک کردم گفت. یعنی وضعیتش خیلی سنگین بود. این قضیه البته سر و صداهای زیادی را از نو دوباره احیا میکنه به نظر من. البته در ازبکستان لطوکوب زیردستان حادثه نادر نیست. در دوران شوروی حتی قضیه های بودند که میتوان گفت در سراسر عالم مشهور شدند. رئیسان دست دراز به اصطلاح تربیت کشاورزان را توسط مشت و لغت عملی میکردند. به نظر میرسد که امروز هم این تجربه ادامه دارد. درست است، بار اول نیست، چون سالهای گذشته ما قضیه های زیاد را دیدم. مثلا فیمر را حاکم میزند، حاکم را حاکم ولایت میزند و حاکم ولایت را وزیران میزنند. خلاص این قضیه، این معمای خیلی سنگین حتی در مجلس های کلان دولتی نیز مطرح شده بود. خودی پرزیدنت کشور شوکت میرزیویف گفته بود که حق ندارد کارمندای عادی را، کارمندایی که زیر دست رهبران کار میکنند لطوکوب کنند، حقارت کنند، دشنام کنند، به تضییق درآورند. ولی یکی از حادثه های مثلا بسیار به خاطر ماندنی اون بود که معاون سروزیر این کشور ظاهر میرزایف 6 کارمند ولایت تاشکند را مجبور کرده بود درونی جود درآیند و این پس از این حادثه مطرح شدنش و پخش شدنش در وسایل اخبار و ما دنبال این خبر گشتیم و بالاخره خود پرزیدنت معاون سروزیر را از کار سبکدوش کرد و به یک ناحیه دوردست ولایت جزخ فرستاد. یعنی این معما در ازبکستان خیلی کلان است. خب امیدوار میشویم که سابق معاون سروزیر ازبکستان تربیت زیردستانش را با مشت و لغت ادامه نمیدهد و از این حادثه سبق خواهد گرفت. و بینندگان عزیز، اگر شما میخواهید در تهیه برنامه خبری مساعدت کنید، رقم ما در وایبر و واتساپ در خدمت شماست. تنها همین را خاطررسان میکنم که رقم مذکور برای صحبت تلفنی نیست، بلکه خبر و عکس و نوارای شما را قبول میکند. اگر شما این گونه مواد دارید با رقم پلوس 420 724 05 66 81 بفرستید. ما برای گرفتن جزئیات برای شما زنگ میزنیم.